اگه یه ماشین 0 کیلومتر دارید و میخواید 500,000 کیلومتر بدون اینکه حتی پیشای سرسیلند ماشینتون باز بشه طی بکنید، این آموزش برای شما ساخته شده. سلام، محسن آریان هستم و شما در حال تماشای کارنوتر هستید. امروز قراره راجع به 12 موردی صحبت بکنم که اگه اونا رو به کار ببرید هم به نفع جیبتونه هم به نفع ماشینتون. اگر دفترچه راهنمای ماشین به عنوان کتاب داستان بچه‌ها قرار استفاده بکنی، بدون سخت در اشتباهی. دفترچه راهنمای ماشین رو حتی قبل از اینکه ماشین اولین استارت رو بزنی باید باز بکنی، ورق به ورق و سطر به سطر مطالعه بکنی، ببینی توش چی نوشته. توی دفترچه راهنمای ماشین از کارکرد تمام ادوات ماشین گرفته تا سرویس‌ها و نگهداری ماشین توی کیلومترهای مختلف براتون توضیح داده و لازمه حتی قبل از روندن ماشین تک تک اونا رو مطالعه بکنید. هیچی برای ماشین 0 کیلومتر واجبتر از یک آببندی درست حسابی نیست. آببندی تا چه کیلومتری باید انجام داد؟ معمولا 1500 2000 یا هر چی که تو دفترچه‌تون اومده. حالا چرا باید آببندی انجام بدیم؟ چون قطعات متحرک مکانیکی ماشین که فراوون هم از این قطعات داریم، لازمه که اونقدر با هم دیگه کار بکنن تا با هم دیگه اصطلاحاً مچ بشن، فیت بشن با هم. حالا یکی از کارهایی که برای آببندی باید حتما در نظر بگیرید و انجام بدید اینه که ماشین رو برای مسافت‌های کوتاه اصلا روشن نکنید. زحمت بکشید، اگه قراره برید سر کوچه سبزی بخرید با پای خودتون برید برگردید. حالا میگید ماشین خریدم، اختیارش رو دارم. اگه دوست دارید میتونید این کارو بکنید، ولی من تضمین نمیکنم بتونید اون 500,000 کیلومتری که قولش رو بهتون دادم و بتونید طی بکنید. مورد سوم و چهارم شاید یکی از سخت‌ترین چیزایی باشه که ما جوونا برای ماشین 0 کیلومتر اون قرار رعایت بکنیم و تو این بین کلی وسوسه شیطون وجود داره که باید باهاش مقابله بکنیم. یکی از این موارد اینه که گاز رو تخته نباید بکنید. تخته کردن گاز باعث به وجود اومدن یک تنش بزرگ توی ماشینتون میشه، ماشین که کار کردش کمه و باعث میشه که آببندی به درستی صورت نگیره. حداقل تو 2000 کیلومتر اول کاتاف نکنید. چه کاری حالا؟ میدونم هیچی برای ما جوونا لذت بخشتر از بردن دور ماشین تو مقطع قرمز رنگ نیست، ولی فعلا باید صبر پیشه بکنید تا ببینیم بعدن چی میشه. وقتی که صحبت از آببندی میشه، ناخودآگاه ذهنمون بیشتر میره سمت آببندی کردن موتور ماشین، در صورتی که تک تک قطعات مکانیک ماشین تو اون کیلومترهای کم باید به درستی آببندی بشه. یکی از اون قطعات سیستم ترمز ماشینه، اهم از دیسک ترمز، کالیبر ترمز، لنت ترمز و چیزهای دیگه. چطور باید سیستم ترمز رو درست آببندی بکنید؟ اینه که سعی کنید خب سرعت کمتری برید. قرار نیست مسابقه بذارید با ماشین 0 کیلومترتون و همینطور فاصله بیشتری از ماشین جلویی بگیرید که لازم نباشه که محکم بکوبید رو ترمز. کوبیدن‌های متناوب روی ترمز و پشت سر هم باعث میشه که لنت ترمزتون بیش از اندازه داغ بکنه و همینطور این گرما به دیسکتون منتقل بشه، دیسک تاپ برداره، لنت درست رو دیسک نشینه و مشکلاتی که در آینده میتونید باش دست پنجه نرم کنید. این مورد خوراک آببندی کردن درستابی ماشینه. ماشین رو بیارید توی شهر رانندگی بکنید، ولی یادتون باشه منظورم رانندگی توی ترافیک سنگین شهرهای بزرگ نیست. منظورم اینه که بیارید توی دورهای مختلف ماشین رو رانندگی بکنید، توی دنده‌های متفاوت و اینکه ترمزها با قدرت‌های مختلف گرفته بشه تا ماشین با شرایط مختلف آداپته بشه و یه آببندی درستابی صورت بگیره. یکی از کارهایی که ما سر ماشین‌های 0 کیلومترمون انجام میدیم
اینه که به توصیه دوست و آشنا قبل از سرویس اولیه که توی دفترچه ماشینم قید شده میایم و روغن رو عوض میکنیم، حالا تو کیلومتر 500 1000 یا یکم بالاتر. این کار میخوام بهتون بگم ضرری برای ماشین نداره، ولی این مورد ضرر برای جیبتون داره و خواهش میکنم این کار رو انجام ندید. قدیمترا که ماشینا کیفیت مونتاژ پایینتری داشت و ممکن بود توی مراحل مونتاژ موتور ماشین آلودگی وارد اون قطعات مکانیکی شده باشه، تعویض زود هنگام روغن ماشین توصیه میشد. ولی الان با بالا رفتن دقت مونتاژ ماشین این چیزا دیگه ملاک نیست و اگه فکر جیبتونید این کار رو انجام ندید. اگه ماشینتون خیلی لاکچری و از اون بیلبیلک‌های کروز کنترل روش سوار شده، باید فعلا سعی بکنید از کروز کنترل استفاده نکنید تا دوره آببندی ماشینتون تموم بشه. استفاده کردن از کروز کنترل باعث میشه که ماشین تو یک دور و یک سرعت ثابت راه بره و این باعث میشه که ماشین تو دورهای مختلف و دندهای مختلف و سرعتهای مختلف نباشه و آببندی درست صورت نگیره. یکی از بدترین بلاهایی که سر ماشین 0 کیلومترتون میتونید بیارید اینه که یه بار سنگین رو باش یدک بکشید یا یه دونه از این روفباره قشنگ نصب بکنید و روی سقفتون و صندوقتون رو پربار بکنید و پر سرنشین گازش رو بگیرید و برید توی جاده‌های کوهستانی ویراژ دادن. این کار رو اصلا نکنید تو دوره آببندی، ماشینتون داغون میکنه دیگه. خلاصه یه راننده حرفه‌ای همیشه قبل از استارت زدن به ماشینش کاپوتو اول میزنه بالا، شروع میکنه سطح مایعات ماشینشو چک کردن. این مایعات منظورمون چیاست؟ منظورم روغن هیدرولیک ماشینه، روغن ترمز ماشینه، سطح مایعات سیستم خنک کننده ماشینه و از همه مهمتر روغن موتور ماشینه. حواستون باشه که حتما توی ماشین تازه تعمیر شده یا ماشین 0 کیلومتر اینا به صورت هفتگی حتما باید چک بشه. اگر شما سطح مایع خنک کننده ماشینتون یا سطح روغن ترمز ماشینتون بیاد پایین، دیگه با اون موتور و اون ماشین باید خداحافظی بکنید. هیچ وقت نذارید تا ماشینتون ازتون درخواست بنزین بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که نذارید اون چراغ زرد بنزین ماشینتون روشن بشه. قبل از اینکه بنزینتون اونقدر بیاد پایین یا اصلا قبل اینکه کمتر از 1/4 باکتون بشه حجم بنزینتون، زودتر برید باکتون رو پر بکنید. چرا میگم این کار رو انجام بدید؟ پایین اومدن سطح بنزین باعث داغ شدن پمپ بنزینتون میشه. پمپ بنزین چیزیه که بنزین رو از اون باک میکشه و میاره تحویل میده موتور. اگر روزی پمپ بنزینتون بسوزه، هر جایی که هستید همونجا ماشین تو خاموش میشه. پس بهتره ازش مراقبت بکنید. سطح بنزینتون نذارید بیاد پایین، چون اون داغ میکنه و خیلی زودتر از موعد میسوزه و پایین اومدن سطح بنزین باعث میشه که ناخالصی‌هایی که توی بنزین وجود داره بیاد و وارد انژکتوراتون بشه و باعث گرفتگی و کاهش قدرت ماشینتون بشه. پس چه کاریه؟ شما که قراره بنزین بزنید، زودتر بزنید. کی دوست داره بدنه ماشین 0 کیلومترش پر خط و خش باشه؟ میدونم هیچ کدومتون چنین چیزی نمیخواید، ولی خیلیاتون دارید این کارو بدون اینکه بدونید انجام میدید. همیشه یادتون باشه بدنه ماشین 0 کیلومتر مثل سایر اجزای مکانیکیش خیلی نازک نارنجیه. پس باید حواستون باشه که چیز اسیدی مثل فضولات پرندگاه اگه روش ریخت سریع پاکش بکنید و خیلی با دقت ماشین رو تمیز بکنید. توصیه من اینه که حتما از یک دستمال ماکروفایبر تمیز استفاده بکنید تا ناخالصی‌ها و آلودگی‌های روی سطح دستمال باعث خراشیدگی سطح بدنه ماشینتون نشه. امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشید و در آینده جشن نیم کیلومتری شدن ماشینتون رو بدون باز شدن حتی یک پیچ سرسیلندتون بگیرید و حالش رو ببرید.
یادتون نره که کارنوتو رو حتما سابسکرایب بکنید، چون که قراره کلی ویدیوهای آموزشی متنوع توی زمینه ماشین براتون بسازم. و اگرم یه لایک مشتی برام بزنید که حسابی بهم حال دادید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون باشه.